سلام رفقا، دوباره همون سناریویی که ما هر روز داریم تکرار میکنیم در بازار تکرار شد. خب یه لیکوید زون داشتم، یعنی این جا محیط به قول ICD ها FVG داشتم که باعث شد هم قیمت اینجوری بره بالا. سشن نیویورک میاد دقیقاً داخل کندل 15 دقیقه با آبلهون شروع میکنه خلاف جهت. من وقتی آبلهون رو تو 15 دقیقه میبینم میام داخل باکس چارت نگاه میکنم فروش ربات ها داخل قسمت فروش یه خرید اینجا میبینم. بالاتر از این فروش ها 194 تا یه خرید میبینم، دوباره خرید میبینم از شدن فروش ها و به وجود اومدن این خرید ها و در بالاتر نگاه کن اومده ربات ها هم وارد شده. ولی این پایین منو به این وامی داره که برم داخل فوتپرینت بررسی کنم. نگاه میکنم که داخل فوتپرینت چه سنگین 1000 تا با 843 ترید فروش 4400 تا 1221 همینطوری بلاک های فروش سنگین دارم میبینم. دوباره اینجا یه حجم سنگین دارم میبینم، ولی اینجا میام یک AVB میبینم اتفاق افتاد. چرا AVB اینجا نیفتاد؟ چرا اینجا نیفتاد؟ AVB نشون دهنده وجود ربات ها و الگوریتم هاست. وقتی این به وجود میاد احتمال چرخش دو فینیشینگ آکشن اومده. نگاه کنید تیک های آخر بچه‌ها، اینجا دقت کنید ببینید کندل قبلی با چه حجمی داشت، 65 60 55 42 14 6 دوباره 50 28 73، ولی کندل آخری که ما داریم دور می‌زنیم حجم 15 19 16 5 و روبروش 0 10 14 14 3 2. می‌بینید داره دیگه جون بازار گرفته میشه و پایین این فروش این خریدا می‌بینید، پایین این فروش این خریدا می‌بینید، پایین منشأ این فروش که کلا آخر روند بوده دوباره این خریدهای بلوک اگریسیو رو می‌بینید اینجا. این باعث میشه که دقیقاً این تاپو برای ما وقتی گرفته شد توسط این بلوک‌های خرید، من دیگه یه پوزیشن ست میکنم دقیقاً بالای این ناحیه، ولی منتظر ولوم اکسپت میمونم. ولوم اکسپت من دقیقاً اینجا اتفاق میفته. منتظرم از این ناحیه تا این ناحیه قیمت وارد بشه و یک فرصت خوبی به من بده که میبینید دوباره وارد میشه و بعد از وارد شدن تو این ناحیه منتظرم که فقط خریداری ببینم، اونی که خریداری که جلوی صفره. دقیقاً اینجا پس نقطه ولوم میشه. بلافاصله بعد از این کنده اینجا من خط بندازم بازار دیگه نمیخواد شروع کنه دیگه. بچه این جذبو که من دارم میبینم، ببینید جذب کجاست؟ دقیقاً اینجا اتفاق افتاد. جایی اتفاق افتاد که این تاپ گرفته شد. دیگه جایی نیست که بخوام من بمونم پای تله. وقتی میبینم بلوک داره جذب اتفاق میفته، من دیگه بازار میام. چرا؟ چون من پوزیشنم اینجا گرفتم. تقریبا نیست که 1 به 4 1 به 5 رو من از بازار گرفتم و حالا بخوام برای تریلر حسابم بخوام بهتون بگم که چجوری حساب میکنم. بالا ببینید گفتم بلوک‌های حجمی دوباره میتونه اینجا باشه، دوباره این ناحیه رو وقتی رد کنه دوباره میتونه حساب بیاد زیر این ناحیه، میاد بالا میایم بالا. وقتی که قیمت شروع میکنه به یکی همچین مستطیلی تشکیل دادن تو همین ناحیه 1 به 5 رو گرفتم و از بازار میام بیرون. دوباره همون سناریویی که ما با هم همیشه داریم تمرین میکنیم تکرار میشه. ببین فروش سنگین با ربات فروش میاد خرید میشه بالای این فروش. وقتی خرید میشه یا میاد یه رباتی بالاتر از این ربات‌ها فعال میشه، من میرم دیگه دنبال فوتپرینت و اینکه اکسپت کنم که بازار چرخه دیگه. نگاه کنید دقیقاً قیمت میاد همینجور بالا همینجور ربات‌ها هنوز فعاله. تا موقعی که این ربات‌ها نقض نشده و این خریدها نقض نشده میتونه نشانه برگشت مارکت باشه. ولی من تقریبا اینجا پوزیشن بستم چون 1 به 5 هم پر شده بود.